اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امیدوار هستم که همگی در صحت، سلامت و خوبی و نیکویی باشید و از درگاه الله سبحانه و تعالی خواهان آن را هستم که همه شما را به سوی نیکویی راهنمایی کند و از هر ناشایسته و ناخوبی ها ما و شما را دور بسازد. امروز چگونه که بیان کردم، با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان از این رساله های مبارک ما درس خواهیم کرد. از این رساله های مبارک با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی ما امروز درس خواهیم کرد و این رساله های مبارک رساله های هستند که بیان فضیلت اسراء و معراج است. هذه لحظه بسم الله. خیلی که بسم الله و الحمد لله. این پروگرام ایز ابسکری من کار نکرده است. بسم الله و الحمد لله. ولی کمتر مشکلاتی همین چیز شد انشاءالله برطرف شد باذن الله تعالی. مشکلات برطرف شد با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی. امروز چگونه که بیان کردیم، موضوع ما موضوع اسراء و معراج است. نقطه اول موضوع اسراء و معراج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، اسراء و معراج از آیه های بزرگ الله سبحانه و تعالی است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اسراء و معراج از آیه های بزرگ الله سبحانه و تعالی است و شک و شبهه نیست که اسراء و معراج از آیه های بزرگ الله سبحانه و تعالی است که بر راستی رسول او صلی الله علیه و سلم دلالت میکند و همچنین به بزرگی مرتبه او نزد الله سبحانه و تعالی نیست. اینچنین از دلیل های قدرتی حیرت‌آور الله سبحانه و تعالی و با حشمت او سبحانه و تعالی این آیه های اسراء و معراج است که الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء این بیان اسراء و معراج را بر ما تأکید کرده می‌فرماید: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک و منزه از آن ذاتی که بنده خود را محمد صلی الله علیه و سلم را شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصی، الذي باركنا حوله، آن مسجد الاقصی که حول آن را، اطراف آن را ما با برکت قرار دادیم، لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، تا که آیه ها و نشانه های قدرت و عظمت خود را بر آنها بشناسانیم و آنها این عظمت را بفهمند. و از رسول الله صلی الله علیه و سلم با طور متواتر
روایت های بسیار و قوی ثابت شده است که او را صلی الله علیه و سلم را به آسمان های بالا بردند، درهای آسمان برای او گشاده شدند تا آن دمی که به آسمان هفتم هم گذشت بالا رفت. پس پروردگارش سبحانه و تعالی با او آنچنان که خواست سخن گفت و در همان شب، در این شب اسراء و معراج، نمازهای 5 وقته بر این امت فرض قرار داده شد. پس این سفر اسراء و معراج بالا رفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم از آسمان‌های هفتگانه را دیده و همچنین دیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبران را و گفتگو کردن الله سبحانه و تعالی با پیامبر بدون یگان واسطه. این حادثه یک رویداد عادی نبود. این حادثه اسراء و معراج یک حادثه عادی نبود، بلکه کاملا در دست الله سبحانه و تعالی برای پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم به صورت سفر اسراء و معراج صورت گرفت و این یک معجزه الهی تبارک و تعالی به آن صلی الله علیه و سلم بود. برای نصرت او را با معجزه بزرگ بر قومش آشکار کرد، معجزه ای که بشر از انجام دادن آن عاجز ماندند و عاجز هستند، زیرا الله متعال بنده اش را محمد صلی الله علیه و سلم را از مسجد الحرام که در مکه مکرمه قرار دارد تا به مسجد الاقصی که در شهر قدس شبانه قرار دارد به آنجا برد تا به او صلی الله علیه و سلم آنچه که از اهل طائف دیده بود بر اثر آن رنجهای دعوت و مرگ عمک و همسر نیکوکارش تا که اینها سبک بگردد، این رنجها از بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم برداشته شود و سپس او صلی الله علیه و سلم را به آسمان‌های بلند بالا برد تا الله عز و جل از آیه‌های بزرگش بر او صلی الله علیه و سلم نشان بدهد. پس این حادثه چگونه رخ داد؟ آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم با جسم و روح برده شد یا تنها با روح؟ آیا اسراء و معراج تنها رؤیای خوابها بودند یا حقیقتا صلی الله علیه و سلم به آنجا رفت، سفر کرد و در آنجا چی را دید و چگونه او صلی الله علیه و سلم در بیت المقدس با پیامبران علیهم السلام نماز خواند در حالی که آنها پیش از او صلی الله علیه و سلم وفات کرده بودند؟ و در این آسمان های بلند چی را دید و در این آسمان بر او چی چیزها نیز فرض گشت؟ همه این را انشاءالله در این درس امروزه، در این قسمت امروزه خواهم گرفت و با این سوالها شناسایی هم پیدا خواهیم کرد. اما بعد آن که غمها بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرود آمد، غم و غوسه ها بر او فرود آمد و اندوهایش افزون شد با این محاصره کردن قریشیان بر او صلی الله علیه و سلم و یارانش که این محاصره شیعه ابی طالب سنگین ترین بود که رسول الله در این مکان محاصره شد
که نه با آنها طعام داده میشد، نه با آنها ازدواج کرده میشد، نه دختر داده میشد، نه دختر گرفته میشد، نه فروخته میشد. و همچنین سپس وفات مادر مؤمنان خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها و وفات عمکش ابی طالب در یک سال، که خدیجه رضی الله عنها پس از الله سبحانه و تعالی بهترین یاری دهنده و مددگار او صلی الله علیه و سلم بود. و عمکش نیز او را در پناه خود نگاه می داشت، محافظتش میکرد و بسیار دوستش می داشت. که این حادثه ها پی در پی با هم آمدند، محاصره نمودن همه این، وفات خدیجه، وفات ابو طالب، همه این باز هم غم و اندوه رسول الله صلی الله علیه و سلم را زیاد کرد. و غم و اندوه رسول الله باز هم بیشتر زیادتر شد هنگامی که عمکش با کفر از دنیا گذشت. و قریش باشد از نبودن ابی طالب استفاده بردند و آزار خود را نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر کردند، زیاد کردند، با او تنگی آوردند. عمکش ابولهب از بدترین مردم نسبت به آزار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. دعوتش را منع میکردند، بر او سختی ها می آوردند، آزارها می دادند، تا به جایی که ابولهب در موسم حج در بازارها از پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگشت، از پشت او میرفت، بر او سنگ میپرتافت و میگفت او صائب است، او از دین برگشته است، او دروغگو است. مردم را از پیروی نکردن بر او هشدار میداد. این هنگام بود که مکه مکرمه زادگاه او صلی الله علیه و سلم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم این هنگام بود که تنگ شد، حالش بسیار دشوار هم شد، تا آنکه او صلی الله علیه و سلم فکر کرد که در دعوت خود راه دیگری پیش گیرد، جای را تغییر دهد، شاید دعوتش پذیرفته شود. و سپس به سوی طائف سفربر شد. آن مکان را انتخاب کرد که آن مکان مرکز مهمی برای سران قریش و اهلش بود، زیرا آنها در آن سرزمین ها خانه ها داشتند و در تابستان در آنجا برای خود جایگاه های استراحتی هم داشتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم این هنگام تصمیم گرفت که به طائف برود، با امید و آرزوی که از مکه بهتر باشد طائف. اهل طائف شاید او را یاردم کنند، او را پشتیبانی نمایند. حتی او صلی الله علیه و سلم پیاده راه برآمد. حتی او تا پیاده راه برآمد تا قریشیان گمان نکنند که او نیتی از مکه بیرون شدن را دارد. با همراه او زید هم بود. زید هم با همراه او صلی الله علیه و سلم در این سفر قرار گرفت که در آن وقت پسر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرزندخوان او در آن هنگام حساب می شد، تا آن دمی که الله سبحانه و تعالی این فرزندخوانی را، این حکم را از بین برد. و زید رضی الله عنه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل
یک کسی نزدیک بر او را نگاه میکرد. پاسبان او صلی الله علیه و سلم بود. و بعد آن که رسول صلی الله علیه و سلم همه راه ها را بررسی کردند و سپس به سوی طائف رو آورد، پر از امید تا این زمین به خیر تبدیل شود، زمین اسلام قرار بگیرد. اما ناگهان هنگامی که بر این مکان رسید، در غیر آنچه که فکر میکرد مردم رو در آن یافت. و او صلی الله علیه و سلم از بزرگان قوم آغاز کرد. آنهایی که کار مردم در زیر دست آنها بودند، کار مردم به دست آنها انجام یافت. با آنها درباره اسلام سخن گفت و آنها را به سوی اسلام دعوت کرد. آنها با سختی جواب دادند و گفتند از سرزمین ما بیرون شو، از سرزمین ما بیرون شو، بیرون برو. و علاوه بر اینکه او صلی الله علیه و سلم را از این سرزمین بیرون کردند، با این قناعت هم نکردند، بلکه سفیحان خود را، دیوانگان خود را، غلامان را امر کردند که او صلی الله علیه و سلم را بزنند، بر او سنگ بزنند. و آنها از پس رسول الله صلی الله علیه و سلم روانه شدند، دشنام دادند، حقارت میکردند، فریاد میزدند و سنگ میزدند او صلی الله علیه و سلم را. و رسول الله صلی الله علیه و سلم زخمی شدند، پایهای مبارکش زخمی گردید تا جایی که از بدن او، از پایهای او خون جاری میشد. همه این غم و اندوه، همه این خستگی و همه این درد بر بالای او صلی الله علیه و سلم رسید. در روی مبارکش صلی الله علیه و سلم نمایان شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم به خود نآمدند. و افتادند، از هوش رفتند صلی الله علیه و سلم، مگر آنکه جبرائیل علیه السلام نزد او آمد و ایستاد و خبر داد که الله عز و جل فرشته کوه را با پیام همراه او فرستانیده است که میگوید ای محمد اگر تو بخواهی این دو کوه اخشبین را بر آنها فرو می اندازم، این دو کوه را بر بالای آنها می ریزم. اخشبین این دو کوه بزرگ است که در جنوب شرق مکه قرار دارند. و جواب رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله او را رحمت برای جهانیان فرستانیده است، جواب او بخشش بود. جواب او صلی الله علیه و سلم بخشش بود، با امید به الله که از نسل آنها کسانی پیدا شود که الله سبحانه و تعالی را عبادت کنند. و او صلی الله علیه و سلم این هنگام گفت ارجو ان یخرج الله من اصلابهم، امید دارم که الله سبحانه و تعالی از ذریه اینها کسانی را ببرد من یعبد الله وحده لا یشرک به شیئا، که الله را یگانه عبادت نمایند و بر او کسی چیزی را شریک قرار ندهند. در چنین شرایط سخت، در چنین مصیبت های وزنین، در چنین امتحان های پی در پی، از آنچه که از اهل طائف بر رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید و از این بیشتر هم بود، محاصره پیش از این، وفات همسرش، دو تکیه‌گاه پیامبر صلی الله علیه و سلم، همسرش و عمکش،
تکیهگاه احساسیش همسرش و تکیهگاه اجتماعیش عمکش. در گذشت همسرش رضی الله عنها و عمکش ابو طالب برباره این مصیبت ها باز مصیبت ها را بیشتر کرد. در همین شرایط سخت و وزن از جانب الله متعال این معجزه اسراء و معراج به یک عنوان انس، یک تسلی، همدردی، ثابت قدم سازی و اکرام برای پیامبر صلی الله علیه و سلم عطا گردید. تو این معجزه اسراء و معراج یک نعمت جاویدانه پروردگار جهانیان قرار بگیرد تا غمها و رنجهای پیامبر صلی الله علیه و سلم را دور کرده پاک بسازد و او صلی الله علیه و سلم را به یک عالم پاکتر فرا بخواند، انتقالش بدهد تا آنجایی که فرشتگان بزرگ جبرائیل علیه السلام با او ملاقات نماید. بهشت، سدرة المنتهی آن مکانها را زیارت کند و بالاتر از این هم نزدیکی عرش پروردگار و از این هم بالاتر با او سبحانه و تعالی سخن کردن، سخن گفتن. و این رویدادهای سفر اسراء از آن آغاز می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حتیم خوابیده بود. هنگامی که در نزد خانه در کعبه میان خواب و بیداری بودند، این هنگام بود که سه فرشته گرامی به نزد او صلی الله علیه و سلم فرود آمدند. جبرائیل علیه السلام و دو ملائکه دیگر بودند. جبرائیل علیه السلام جسم رسول الله صلی الله علیه و سلم را در حالی که در خوابی بود به پوش خوابیده بودند، رو به زمین بر او تله دادند تا اینکه برخیزد. و او صلی الله علیه و سلم را به پوش خوابانیدند رو به زمین و سپس شکمش را شکافتند و از شکمش غیل و کینه و هر چیزی را گرفتند و با آب زمزم هم شستند. بعد دل او را صلی الله علیه و سلم را با ایمان و حکمت پر کردند، با فرمان الله البته. سپس جبرائیل علیه السلام او را به یک سواره نشاند که براق نام داشت. براق یک جانور سفید بلند قامت، از خر ده بالاتر، از اسب ده پایینتر، از شده پایینتر. بر این سوار شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آن سوار شدند تا به بیت المقدس رسیدند و آنها به حلقه رسیدند که پیامبران علیهم السلام همون سواره های خود را در آنجا می بستند. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم این هنگام بر مسجد الاقصی داخل شدند، در آمدند و در آنجا 2 رکعت نماز خواندند. بعد بیرون شدند. جبرائیل علیه السلام میفرماد رسول الله که جبرائیل علیه السلام نزد من 2 ظرف را آورد. 2 ظرف را جبرائیل علیه السلام نزد من آورد که در یک ظرف شراب و در دیگر ظرف شیر قرار داشت. من شیر را انتخاب کردم و او گفت فطرتت را انتخاب کردی.
و سپس رسول الله میگه که مرا به آسمان بالا برد. جبرائیل علیه السلام اجازه در آمدن خواست به آسمان اول. گفتند تو کی هستی؟ گفت جبرائیل هستم. گفتند کیست با تو؟ گفت محمد است. گفتند آیا او با پیامبری فرستاده شده است؟ مبعوث شده است؟ گفت بله فرستاده شده است. پس در را به سوی ما میگوید باز کردند. ناگاه من آدم علیه السلام را دیدم و او آدم علیه السلام مرا خوش آمد گفت و برایم دعای خیر هم کرد. سپس مرا به آسمان دوم بالا بردند. جبرائیل علیه السلام اجازه درخواست در آمدن کردند. گفتند تو کی هستی؟ گفتم جبرائیل هستم. گفت کیست با تو؟ گفتم محمد است. گفتند آیا او فرستاده شده است؟ مبعوث با پیامبر شده است؟ گفتم بله. پس برای ما در باز کرده شد و در آنجا دو پسر خاله را دیدم، عیسی ابن مریم و یحیی ابن زکریا علیهم السلام را دیدم و بر من خوش آمد گفتند و دعای خیر کردند. سپس به آسمان سوم رفتیم. جبرائیل علیه السلام از او درخواست کردند، درخواست درآمد. گفتند تو کی هستی؟ گفت جبرائیل هستم. گفتم با تو کی هست؟ کیست با تو؟ گفت محمد است. گفت آیا مبعوث با پیامبر شده است؟ گفتم بله. برای ما اجازه داده شد. در آنجا یوسف علیه السلام را رسول میگه دیدم. با یوسف علیه السلام در آنجا وا خوردم که با او از زیبایی نصف حسن را داده شده بود. نصف زیبایی بر او داده شده بود. مرا خوش آمد گفت و دعای خیر کرد. سپس به آسمان چهارم بالا شدم. جبرائیل اجازه در آمدن خواست. گفت این کیست؟ گفتم جبرائیل. و گفت با تو کیست؟ گفتم با من محمد است. آیا مبعوث با پیامبر شده است؟ گفتم بله. پس برای ما اجازه داده شد. در آن آسمان ادریس علیه السلام را دیدم و ما را خوش آمد گفت و دعای خیر کرد. چون که الله میفرماید و او را با جایگاهی بلند برداشتیم. پنجم بالا شدیم و همین طور از جبرائیل پرسیده شد. گفت جبرائیل هستم، با من محمد است. و درخواستی درآمد شد. در آنجا هارون را دیدم و بر من خوش آمد گفت و دعا کرد. سپس بر آسمان ششم بالا شدم. در آسمان ششم در اینجا موسی علیه السلام دیدم و او ما را خوش آمد کرد و دعای خیر کرد. سپس بر آسمان هفتم بالا شدیم و در اینجا ابراهیم علیه السلام را ملاقات کردیم که پشتش را به بیت المعمور تکیه داده بود و آن بیت المعمور که هر روز 70,000 فرشته داخل می شوند و دیگر هرگز به آن بر نمی گردند. دیگر نوبتشون تکرار نمی شود از کثرت بر کثرت بودن آنها، زیاد بودن آنها. سپس می فرماید که رسول الله مرا به نزد سدرة المنتهی برد. به نزد سدرة المنتهی برد که برگ های این درخت مثل گوش های فیل بزرگ بود و میوه هایش باشد مثل کلاها، مثل ظرف های بزرگ. عظیم بود. چنان زیبا بود که هیچ یک از مخلوقات زیبایی آن را وصف کرده نمیتواند. و سپس میگوید رسول الله آنچه را که الله در آنجا بر من وحی کرد. و رسول الله صلی الله علیه و در آنجا با الله سبحانه و تعالی ملاقات کردند و در آنجا میگوید رسول الله که برای من 50 وقت نماز در یک شب روز فرض شد. من پایین فرآمدم نزد موسی
موسی گفت پروردگارت بر امتت چی چیز فرض کرده؟ پروردگارت بر امتت چی چیز رو فرض کرده؟ میگه رسول الله گفتم که 50 نماز. گفت به نزد پروردگارت برگرده و سبوکی بخوا، زیرا امتی تو طاقت توانایی آن را ندارند. موسی گفتند من بنی اسرائیل را آزمایش کردم، آنها توان آن را نداشتند. بر بگرد و طلبی کم نما. پس به نزد پروردگارم برگشتم و گفتم ای پروردگار بر امت من سبوکی کن. میفرماید سپس 5 تا از این بر من کم کرده شد. باز نزد موسی برگشتم و گفتم 5 تا کم شد. او گفت امتی تو طاقت توانایی این 50 وقت را ندارند. به نزد پروردگار برگرد و سبوکی بخوا. سپس رسول الله میگه برگشتم و از الله سبحانه و تعالی اجازه پرسیدم تا آخر تا 5 وقت نماز این نمازها آمده رسید، تا آنکه الله سبحانه و تعالی فرمود ای محمد آنها 5 وقت نماز هر شبانه روزند، برای هر یک نماز 10 ثواب است. هر کی 5 وقت نماز را ادا کند 50 وقت ثواب را میگیرد و هر کی قصد کاری نیک کند و آن را انجام ندهد یک نیکی برای او کتابت می شود. اگر آن را انجام دهد برای او 10 برابر نوشته می شود و هر کی قصد کاری بد کند و آن را انجام ندهد چیزی بر او نوشته نمی شود. اگر آن را انجام دهد برای او یک بدی نوشته می شود. سپس رسول الله پایان فرود آمد تا نزد موسی رسید و او را خبر دادم. میگوید او گفت نزد پروردگارت برگرد و سبوکی بخوا. گفتم آنقدر به نزد پروردگارم برگشتم که دیگر حیا میکنم شرم میکنم. الله سبحانه و تعالی اول اون را 50 وقت نماز فرض قرار داد. سپس پیامبر ما صلی الله علیه و سلم همیشه به نزد پروردگارش برگشت. سبوکی خود طلب کرد، سبوکی خواست طلب کرد تا آنکه الله سبحانه و تعالی این 50 را به 5 قرار داد، اما در ثواب 50 گرفته می شود. پس از اون 5 وقت نماز قرار گرفت، ولی در اجر 50، زیرا هر نیکی 10 برابر داده می شود. پس حمد و ستایش الله سبحانه و تعالی را میگوییم بر همه این نعمت هایی که برای ما عطا کرده است. پس این اسرا و معراج از آیه های بزرگ الله سبحانه و تعالی هستند که بر راستگویی رسول الله صلی الله علیه و سلم دلالت میکند و بر بیان بزرگی و مرتبه او صلی الله علیه و سلم در نزد الله سبحانه و تعالی. و شبی که در آن اسرا و معراج رخ داده است در احادیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم معین شدگی نیست، معین نشده است، نه در ماه رجب و نه در غیر آن. پس آیا برای شب اسرا و معراج یعنی تعیین شب آن چیز صحیح آمده است یا نه؟ سوال مطرح می شود در اینجا که این سوال بسیار می شود. روزهای دراز همین سوال کرده می شود. آیا برای شب معراج و اسرا تعیین این شب چیز صحیح آمده است؟ این شبی که در آن اسرا و معراج رخ داده است در احادیث صحیح چیز تعیین نشده است، نه در ماه رجب نه در غیر ماه رجب. و هر آنچه که درباره تعیین این روایت شده است نزد اهل علم در حدیث از رسول الله صلی الله علیه و ثابت صحیح نیست. اهل حدیث
و برای الله سبحانه و تعالی یک حکمت بلند و بزرگ است که مردم را از دانستن وقتی دقیق آن فراموش گردانیده است. روز دقیق و شب دقیق آن را مردم نمیدانند. و سلف صالح، صحابگان کرام و گذشتگان نیک بر این اتفاق، یعنی اجماع اتفاق رسیدند که معین کردن این موسم مراسم غیر از موسم های شرعی که بر اهل سنت ثابت است، این مراسم ها را جشن گرفتن غیر این مراسم هایی که شریعت بیان کرده است از جمله نوپیدا و بدعت ها می باشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن امتش را گوشزد دادند. چون که رسول الله می‌فرماید از حدیث عربد بن سریه رضی الله عنه است که وعظنا رسول صلی الله علیه و سلم، پیامبر الله بر ما موعظه کرد، قال و در حدیث میگه ایاکم و محدثات الامور فان كل محدثه بدعه و كل بدعه ضلاله، از نوپیداها، از نوآوری‌ها بپرهیزید، از نوآوری‌ها، نوپیداها، بدعت‌ها در دین بپرهیزید، زیرا هر نوآوری بدعت است و هر بدعت گمراهی است. گفتند از عایشه رضی الله عنها قال گفتند قال رسول الله صلی الله علیه و من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هر کسی که در کار ما، در دین ما چیزی رو پیدا نماید که از دین نیز وارد کند آن رد کرده می شود. و در دیگر حدیث فرمود که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، هر کسی هر عمل رو انجام بدهد که آن امر رو ما نگفتیم، سنت ما نیست، پس آن مردود است. پس جشن گرفتن شب اسراء و معراج بدعت نوپیدا است. نه صحابه، نه تابعین، نه اهل علم کسی از سلف صالح بر ما وصیت و پند ندادند و نکردند، آن را انجام ندادند. حالان که صحابگان کرام و ائمه دین، عالمان دین، آنها از همه بیشتر به سوی نیکویی رغبت داشتند، به سوی عمل صالح حریص بودند. مادامی که در زمان آنها این چیز دین نبود، در این روز آن چیز هم دین شده نمیتواند. و شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگوید که هیچ چیز از هیچ کس از مسلمانان معلوم نیست که برای شب اسراء و دیگر شبها یگان فضیلت قرار داده باشند، مخصوصا یا که بر آن شب قدر یا که شب 27 یا که شب 25 و غیر از این رو قرار بدهند. نه صحابه، نه تابعین، آنها این شبها را با کارهای مخصوص نماز یا که روزه یا که کارهای دیگری انجام ندادند. از آنها این چیز یادآوری نمی شود. از این رو می‌فرماید اصلا معلوم نیست که این واقعه در کدام شب اصلا رخ داده است. هرچند اسراء و معراج از بزرگترین فضیلت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم است، با این وجود شریعت تعیین نکرده است که آن زمان یا آن مکان با عبادت مخصوص جدا کرده شود. حتی غار حرا که وحی از شد، با وجود آن که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از نبوت آنجا قرار می گرفت، آن را می جست، بعد از نبوت نه خود او، نه صحابگان، نه کسی از بزرگان آن مکان را مکان عبادت و قصد عبادت قرار ندادند، بلکه نهی کردند. نه روزی که در آنجا اولین روز وحی نازل شد آن را جشن بگیرند یا که در آنجا مکان عبادت خاص قرار بدهند. هیچ کسی نکرده است. پس کسی که از پیش خود زمان‌ها یا که مکان‌ها را برای عبادت مخصوص تعیین می‌کند، به اهل کتاب خود را مانند کرده است. به اهل کتاب، بر یهود و نصارا خود را مانند کرده است. چون یهود و نصارا رویدادهایی که وابسته بر پیامبرانشان بودند آنها را مواسم‌های جشن قرار می‌گرفتند، مثل عیدی که نو گذشت، روز عیسی علیه السلام. پس خود را بر آنها مانند می‌کنند. از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت شده است که می‌فرماید گروه به جای می شتافتند، یا گروه به جای می رفتند تا در آنجا نماز بخوانند. در آن مکان خاص می رفتند تا که نماز بخوانند
عمر گفت این چی است؟ این چی کار است؟ گفتن این جایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آنجا نماز می‌خواندند. عمر خشمگین شد، غضبناک شد و گفت آیا می‌خواهید آثار پیامبرتان را مسجد کنید؟ همان آن کسانی که پیش از شما بودند الله با این سبب‌ها آنها را هلاکت کرد، به هلاکت رسانید. و رسول الله برحذر داشتند ما را فانما اهلك الذين من قبلكم، پس بازوی الله آن کسانی که پیش از ما هلاک کرد آنها را، آنها غلو در حق پیامبران صالحان میکردند. کسانی از بزرگان آنها اگر وفات میکرد آنجا را مسجد قرار میدادند، عبادتگاه قرار میدادند. چون که حاضر این کارها هست. بعضی از مردم میروند در غار حرا دو رکعت نماز بخوانند، ثواب دارد، یک نمیدونم چیکارا دارد. همه این از بدعت های منتشر شده است که انسان با سوی هلاکت میبرد. پس عمر رضی الله عنه آنها را منع کردند. و این چنین شیخ حسین میفرماید که گرفتن مواسم ها غیر مواسم های شرعی، یکی عید قربان غیر عید قربان عید رمضان، مثل بعضی از شب های ربیع الاول، بعضی از شب های ربیع الاول شب مولود گفته جشن میگیرند، یا که از بعضی از شب های ماه رجب رو 18 رو، یا که 15 رو، یا که 27 رو اینها رو جشن قرار میدهند، یا که 8 شوال و غیره، یا که عید ابرار میگویند، عید نیکوکاران میگویند. همه این از بدعت هایی است که نه الله نازل کرده است، نه رسول الله بیان کرده است، نه سلف صالح این را کردن توصیه دادن، نه علما برای ما این را بیان کردن، بلکه من کردن از همه این کارا. ابن حجر میفرماید که از بدعت هایی که در ماه رجب پیدا شده است، شب 27 را شب معراج و اسراء، شب برات گفته است، شب زنده‌داری کردن، روزه گرفتن، کارا انجام میدهند. این گفتن که ابن حجر که این کارها نادرست است، بلکه از بدعت هاست. و سپس بسیاری از بدعت‌های این شب را ذکر می‌نماید. جمع شدن در مسجدها، آمیخته شدن مردان و زنان، زیاد کردن چراغ‌ها، آمیخته کردن قرآن با شعرها و سخن‌های نمی‌دونم دلانگیز و غیره، روزه داشتن این روز و شب زنده‌داری کردن این شب، جشن گرفتن شب معراج و اسراء، همه اینها بدعت‌هایی هستند که شریعت بر این گواه نیست. شیخ محمد ابن ابراهیم آل شیخ در جواب به دعوت برای شرکت در یک محفل یادبودی اسراء و معراج بعد سوال این سخن را گفتند. این امر جایز و روا نیست. با دلیل های قرآن و سنت و استحباب و عقل این کار درست نیست. می‌فرماید اگر تعیین شب اسراء و معراج ثابت باشد، اگرچه این ثابت نیست، اما اگر حتی تعیین شب اسراء و معراج هم ثابت هم باشد، برای مسلمان جایز نیست که آن را با یگان نوعی از نوع‌های عبادت، یا که روز آن را با یک نوع روزه که اون کار دیگری جشن میگیرند، یا که شب زنده‌داری نمایند. زیرا پیامبر این امت این کار را نکرد. صحابگان که دین را برای ما رساندند این کار را نکردند، پس تو چی حق داری این کار را انجام بدهی؟ پس آیا جشن گرفتن شب اسراء و معراج جایز است؟ جواب: حتی اگر تعیین آن شب ثابت هم باشد، اگرچه ثابت نیست، برای مسلمانان جایز نیست که آن شب را شب زنده‌داری یا که نوعی از نوع‌های عبادت یا که طعام خاص یا کاری خاص را انجام بدهند، آن جشن بگیرند. زیرا پیامبر الله صلی الله علیه و صحابگان کرام آن را جشن نگرفتند و این روزها را روزهای مخصوص قرار ندادند. اگر جشن گرفتن آن یا که شب زنده‌داری آن یا که روزه گرفتن آن روزهای مخصوص اگر اجازه روا بود، حتما رسول الله تعیین میکردند، حتما رسول الله خودشون این کارا میکردند. اگر خود نمیکردند برای ما توصیه میدادند، حداقل بر صحابگان کرام، حداقل صحابگان کرام این کارا میکردند، حتی علمای دین این کارا میکردند. پس از کی پیروی میکنی این هنگام؟ از پیامبر، از صحابه، از تابعین، از علما، از کی؟ پس به خلاصه اومدن لازم از اینجا. چون که عمر ابن عبدالعزیز گفتن کیف حیث وقف القوم، بیز در آنجا که قوم پیامبر ایستادن، صحابگان کرام ایستادن. چون اگر این گونه چیزی واقع میشد و معلوم میشد، مشروع، جایز و روا میگشت، البته که صحابگان کرام در این تنقیص نمیکردند.
البته که آنها این رو جشن میگرفتن، شب نداری میکردن، روزه میداشتن، نماز میخوندن، ذکر یاد بیشتر میکردن، ولیکن آنها نکردن. تو از کجا؟ تو چرا میکنی؟ اینو از کی میراث بردی؟ از پیامبر، از صحابه، از تابعین، از علما، از کی؟ از بدعتکاران. برای در دین هر نوع آوری بدعت است، هر بدعتی گمراهی و ضلالت است. چون صحابگان کرام هر خیر و هر نیکی رو گرفتن و هر چه که بدعت و ضلالت بود آن رو ترک کردن. پس جشن گرفتن این شب مشروع می بود اگر آنها انجام میدادن، پیش دستی میکردن، پیامبر الله نصیحت میکردن، تعلیم میدادن، بزرگ میشمردن این روز رو. اگر بزرگ داشت این شب با جشن گرفتن، با روزه داشتن، با شب زنداری کردن، با تلاوت قرآن و دیگر کارا اگر مشروع، پیامبر اون رو توصیه میداد، صحابگان کرام حتما این رو میکردن. وقتی که هیچ نوعی از این از رسول الله ثابت نیست، از صحابگان ثابت نیست، از تابعین ثابت نیست، از علما ثابت نیست، پس تو از کجا آوردی؟ هر کسی که برخلاف این گفت وای گمراه کرد و گمراه شد. پس از این بزرگان پیروی کرده، نه از غافلان. الله سبحانه و تعالی برای این امت دینش را کامل کرده است و نعمت رو برای آنها تمام کرده است. و هر کسی که در این دین چیزی رو پیدا میکند، قانون میکنند که الله اجازه نداده است، هلاک میگردد. الله سبحانه و تعالی در قرآن روشن برای ما بیان می‌نماید، می‌فرماید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین شما برای شما کامل کردم، نعمت رو برای شما ارزانی کردم و این دین رو برای شما دین اسلام برگزیدم. و الله می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله و رسول الله را اطاعت کنید، و اولی الامر منکم، و عالمان و دانشمندان و سرداران و رهبران خود را که از اسلام از خودتان هستند در نیکی پیروی نمایید. فان تنازعتم فی شیء، اگر در شما مخالفتی نمودید، اختلاف نمودید، فردوه، بگردید آن را الی الله، به سوی الله و رسول الله، اگر واقعا این کنتم تؤمنون، واقعا ایمان به الله و رسول الله و روز آخرت دارید. ذلك خیر، این برای شما خیر است ای بندگان الله، این برای شما خیر است. و احسن التأویل، و چی نیکوترین کار است، تعویل است. و الله میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بگو ای پیامبر بر اینها، اگر شما واقعا الله را محبت، دعوای محبت الله میکنید، الله را دوست میدارید، فاتبعونی، پس از من پیامبر پیروی نمایید. اگر از پیامبر پیروی کنید، فاتبعونی، از من پیامبر پیروی کنید، یحببکم الله، الله شما را دوست می‌دارد. پیروی پیامبر سبب هدایت تو بنده و محبت الله بر تو بنده می‌گردد. یحببکم الله و یغفر لكم، الا برای اینکه الله تو را دوست دارد گناهان را می‌آمرزد. ذنوبکم والله غفور رحیم، بلکه که الله بخشنده و مهربان است. و الله می‌فرماید که فلیحذر الذین یخالفون عن امری، برحذر باشند کسانی که امر او رسول صلی الله علیه و سلم رو سرپیچین میکنند، نافرمانی میکنند، برحذر باشند، تهدید است. ایوسیبهم فتنه، یا که در فتنه گرفتار بگردند، ایوسیبهم عذاب علیم، یا که بر آنها عذاب شدید و سخت بیاید. و از رسول الله صلی الله علیه و در احادیث صحیح ثابت شده است، هشدار داده است از بدعت ها و بیان کردن آنچه که گمراهی ها به سوی گمراهی ها میکشند، این بدعت ها. امت رو از این بزرگی و خطرناکی این بدعت ها هشدار داده است. حدیث عایشه رضی الله عنها در بین رد کردن این نوع و بدعت ها در روایت بخاری و مسلم است. از عایشه رضی الله عنها که پیامبر صلی الله علیه و فرمودند من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، هر کسی که در دین ما چیزی رو وارد میکند که از آن نیست، پس آن رد کرده شده است، مردود است، پس بسته نمیشود. و در روایت مسلم است من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، هر کسی که هر عملی رو انجام میدهد که آن امر ما نیست، وصیت توصیه ما نیست، پس آن مردود است، پذیرفته نمیشود. حدیث جابر در خطبه جمعه در صحیح مسلم از جابر رضی الله عنه
در خطبه روز جمعه گفتن که اما بعد فان خیر الحدیث کتاب الله، بهترین سخن این کتاب الله است، و خیر الهدی هدی محمد، و بهترین هدی محمد است، و شر امور محدثات، و بدترین امرها این بدعت ها و نوآوری هاست، و کل بدعت ضلاله، و هر بدعت گمراهی است، و هر بدعت گمراهی است. و در روایت نسائی با سند صحیح روایت است که کل ضلالت فی النار، و هر گمراهی در آتش است، در دوزخ است. و حدیث عرباد بن سریه رضی الله عنه در بالا ذکر نمودیم در بین وصیت به تقوا و پیروی از سنت، که ما گفتن که رسول الله، من شما رو با تقوای الهی وصیت میکنم و شوندن و اطاعت کردن، اگرچه یک بنده حبشی سیاه‌پوست اگر که بر شما راهبر شود. فانه من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا، بدرستی که کسی از شما زندگانی می‌نماید یک اختلاف شدید را می‌بیند. فعلیکم بسنت بسنت من روی بیارید و سنت خلفای راشدین روی بیارید، هدایت یافتگان من بعد من گفتم بر این سنت اینها روی بیارید. کجا می‌رویم ما؟ بس کجا قدم می‌زنیم؟ وصیت پیامبر در دست ما و شما در صحیح بخاری و مسلم گفتن بر سوی این صحابگانی که کرام، بر سوی این خلیفای راشدین شما بعد من چنگ بزنید، قدم بزنید. کجا می‌رویم؟ باز گفتن تمسکوا به، گفتن با آن را سخت بدارید، گفتن سنت پیامبر و سنت صحابگان سخت بدارید، گفتن عضوا علیه بالنواجذ، حتی گفتن با دندانهای کرسی خود این را سخت بدارید. و ایاکم و محدثات الامور، با تاکید کردن گفتن ای مردم برحذر باشید از بدعت و نوآوری ها، فان کل بدعت محدثه بدعه، هر نوع پیدایی بدعت است و هر بدعت گفتن ضلال و گمراهی است. و احادیث در این معنا زیاد است. و علما تأکید می نمایند، یعنی نگاه داشتن اصل ابتدایی، اصل عدم نبودن مشروعیت در عبادت ها. عبادت ها رو علما میگن که توقیفی است، که عبادت ها تنها با دلیل قرآن و سنت و اتفاق علما جایز و روا میگردد، نه در غیر این، نه به مصلحت، نه به خوب شمردن، نه به قیاس، نه به اجتهاد، نه به ذوق، نه اینکه بر من معقول است این کار انجام میدهم، بلکه با دلیل کتاب، قرآن و سنت و اجماع علما. اگر ما این را از لحاظ عقل بگیریم، اگر این مشروع جایز و روا می بود، اولین کسی که آن را انجام میداد خود رسول الله بود. همین گونه نیست؟ اگر این کار فعلا این روز اگر عظیم می بود و این کار در این روزها این روز که عظیم است، ولی که در این روز عظیم که روزش اصلا معلوم نیست کدام روز بود، در بین علما اختلاف هست، اگر این کار جایز و روا می بود، از روزه و از شب زنده داری و نمیدونم از چی کارها انجام میدن مردم، اگر این جایز و روا می بود، پیش از همه رسول الله بر این پیش میگذاشت، چون او است برای ما الگو است. ولکم فی رسول اسوه حسنه، برای شما رسول الله یک الگوی نیکو است. پس اگر مقصد و بزرگداشت از روی اسرا و معراج باشد، باز هم صحابه اون را پیش دستی میکردند و این شبها و این روزها را آنگونه که در فکر افکار ما اهل بدعت جاهلان و گمراهان انداختن، آنها بیشتر به این کار شوقت داشتند، رغبت داشتند. اگر مقصد اگر احیای یادی پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، مثل آنچه که در مولودها جشنها میگیرن، پس اولین کسی که این کار رو میکرد ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود، علی بود، صحابگان کرام بود، زنان پیامبر بود و دیگر صحابه و تابعین بودن. پس چرا آن کار رو نکردن؟ ما آن کاری که آنها نکردن آن کار رو ما انجام بدهیم. حجه که از این کارها در این روزها چیزی از آنها معلوم نیست، پس ما رو بس از آنچه که آنها برای ما آوردند. نه از صحابگان کرام، نه از سلف صالح، بلکه آنها ما را هشدار دادن از بدعت ها و نوآوری ها و این هشدار را ثابت کرده است. هشدار دادن
که بدعت ها زیادتی در دین می شود، قانونگذاری تشریع که این حق الله است قرار می گیرد و مانندشوی به دشمنان الله از یهود و نصارا که هر پیامبری از آنها میبود آنها را جشن میگرفتند، مراسم میکردند، آن را مسجد قرار میدادند، در آنجا عبادت میکردند. آنها در دینشان زیاده روی غلو کردند، هلاک شدند و رسول الله از هلاکت آنها ما را خبردار کرد. و همچنین دیگری از نتیجه بدعت این می شود که گویا دین اسلام ناقص از کمبودی دارد. دین اسلام گویا این که العیاذ بالله پورا نیست، ناقص است. آن را باید کسی بیاد پورا نماید، این روزها را بیاد پورا نماید، پورا کردن دین باید به گفتی اهل بدعتکارا. برای همین این بسیار خطرناک است. دین اسلام را به ناکاملی متهم میکند. پس معلوم میگردد این کار اگرچند در زیر فکر و اندیشه نظر مردم کم هم میتابد، این یک فساد بزرگی را میآورد و بسیار زشت هم هست نوآوری ها. برای همین قول الله سبحانه و تعالی که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما رو برای شما کامل کردم، مخالف می باشد این عمل ها. و همچنین مخالفتی روشن بر احادیث رسول الله از بدعت ها هشدار دادند و مردم را از این بدعت ها دور کردند تا که مردم به سوی هلاکت قدم ننهند. و از درگاه الله سبحانه و تعالی امید داریم که کسی که حق را میخواهد و طلب کننده حق است، طالب حق، برای همین دلیل ها برای انسان با عقل با معرفت کافی باشد و قانعمند و قانع کننده باشد. این بدعت جشن گرفتن شب معراج و اسراء و هشدار داده شدن این موارد معلوم بگردد که هیچ ربط به دین اسلام ندارد این جشنواره ها و این نماز و روزه ها. برای همین الله سبحانه و تعالی نصیحت برای مسلمانان واجب گردانید و ما این نصیحت رو بر مسلمانان رسانیدیم. و شیخ ابن باز رحمه الله تعالی میگوید که شبی که در آن اسراء و معراج رخ داده است از احادیث صحیح ثابت نشده است و سخن علمای متقدم را در بالا گفتیم و هر چی میفرماید در تعیین آن آمده است نزد اهل علم ثابت نیست. حتی اگر تعیین هم میشد برای مسلمانان جایز نبود که آن را با عبادت مخصوص جدا کنند یا ریجهشون بگیرند، زیرا نه پیامبر کردن، نه صحابه کردن، نه علما کردن. اگر این مشروع جایز و روا می بود پیامبر حتما پیشرفت میکرد، صحابگان کرام پیشرفتی میکردن و برای امت این کردار بیان میشد. مادامی که این کار را نکردن معلوم میشد که این کار در شریعت جایز و روا نیست. الله دین را کامل کرده است و رسول الله بیان کرده که هر کسی در دین ما چیزی را پیدا نماید وای خرافات حسابیده می شود، بدعت نوآوری است، رد کرده می شود. و گفتن که بدترین امور این نوع پیدا هاست، بدعت هاست. و گفتن که بر شما لازم است که بر سنت من پیروی نمایید و سنت خلفای راشدین پیروی نمایید و از نوآوری ها بپرهیزید. گفتن صلی الله علیه و سلم. و دلیل های علما، آیات و احادیث ها برای کسی که حق میخواهد کافی است. و بدونید که جشن گرفتن این شب ها با این عبادت ها بدعت حسابیده می شود و از دین نیست، بلکه زیادتی در دین است و قانونگذاری به اجزای پروردگار است. همچنین مانندشوی به دشمنان الله بر یهود و نصارا و مشرکین است و نوآوری در دین است. و این کارها هم این بدعت ها، نوآوری ها همچنین در برگیرنده عیب گردانیدن، عیب کنندن دین الله می گردد
و یا اینکه دین کامل است، دین را کامل کردیم. در حال میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما برای شما کامل کردیم. از همین خاطر برادران و خواهران گرامی، پهن شدن این بدعت ها در بسیاری از کشورها باعث اندوه است، تا جایی که بعضی از مردم آن را دین همه شمارند، دین همه دانند. چون در آن دیارها اهل حق را نگذاشتن سخن بگویند و اهل بدعت آمدن سخن گفتن و گمراه شدن و گمراه کردن. و الله سبحانه و تعالی میخواهیم که حالت مسلمان ها را اصلاح کند و آنها را فهم دین عطا کند و ما را به سوی حق بگرداند و ثابت قدم بگرداند. از الله میخواهیم که احوال همه مسلمانان را اصلاح نماید، بر آنها فهم دین را عطا کند، ما و آنها را به راه راست راهنمایی کند و در این راه راست، راه حق، ثابت قدم بگرداند و موفق بگرداند و آنچه که مخالف دین است از آن ما را دور بسازد. پروردگارا، حمد و سپاس و ستایش از آن تو است و درود و سلام به پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. پروردگارا، حمد از آن توست که میان ما این رسول را فرستانیدی و ما را از بهترین امت قرار دادی. پروردگارا، نعمت و رحمت و برکت و کرامت و مغفرت بر آن کسی بود که پایبند کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پروردگار، آنچه را که بر این امت محمد وعده داده‌ای بر ما عطا کن. پروردگار، در آنچه که ما کوتاهی کردیم بیامرز، ببخش. خطا کردیم، ضعیف بودیم، پروردگار را از تو عفو می‌خواهیم و توفیق هدایت. پروردگار، اگر اعمال ما کم باشد، کم بود باشد، شکسته باشد، آن را جبران کن. پروردگارا، درجات ما را بالا مرتبه، بالا مقام قرار بده و ما را در سخن حق ثابت نگه بدار. زندگی دنیا و آخرت ما را آباد بگردان. پروردگار، همیشه زبان ما را با ذکر خود، با شکر، سپاسگزاری و با عبادت خود استوار بگردان. پروردگار، عملها، گفتارها، کردارهای ما را اصلاح کن. نیتهای ما را خالص از برای خودت انجام بده، قرار بده. پروردگار، از ما اعمال صالح را قرار بده، قبول نما. اعمال صالح را از ما قبول نما و ما را توفیق بده که از اعمالهای بد روی گردان باشیم. و پروردگار را، فردوس اعلی را که بالاترین مقام بهشت است، برای ما بندگانت نصیب روزی بگردان و ما را از عذاب جهنم بد نجات بده. این است آنچه که در بیان اسراء و معراج بود، بیان فضیلت، آداب و احکام که مربوط به این بود. الله سبحانه و تعالی داناتر و عالی است و علیم است و درود و سلام بر سیدی سرور دو جهان محمد صلی الله علیه وسلم و آل و اصحابش باد. در اینجا از این کتاب مبارک توقف می نماییم، از این رساله مبارک بیان اسراء و معراج. بیان اسراء و معراج. امیدوار هستم که از این درس بهره برده باشید و فایده کرده باشید و این احکام را با پراگی آموخته باشید و از درگاه الله سبحانه و تعالی بر ما و شما توفیق می‌خواهم که ثابت قدمی را در این را برای ما و شما نصیب گرداند و عطا فرماید.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آیا زن در وقت حیض بودنش میتواند از روی تلفن قرآن بخواند؟ بله میتواند. قرآن بخواند. از روی تلفن، از روی قرآن هم بخواند، دیگه قرآن دست نزند. قرآن رو دست نزند. مایل کسی سوال مهم داره، سوال مهم تو بنویسید، انشاءالله که قدر تمام جواب میدهیم. کسی سوال مهم داره بنویسید، انشاءالله که سوال مهمش و سوال مهمش جواب میگردونیم باذن الله تعالی. باذن الله تعالی. کسی اگر سوال مهم داشته باشد. درس رو ادامه دهیم از کتاب آداب طالب علم و همچنین اصول سنه. انشاءالله. انشاءالله. خیلی سپس کتاب نوبتی که ما در دست داریم، این کتاب چگونه که بر همگان معلوم است، آداب های طالب علم. آداب های طالب علم. ما از این کتاب مبارک در مبحث دوم قرار گرفتیم که اول دعا بود بیان کردیم، عبادت های نفلی اختیاری بود بیان کردیم، قیام شب، نماز شب بود بیان کردیم. سپس قسمت های بعدی که بیان ذکر الله، توبه و استغفار است، اینها را هم با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شما میگیریم. اولا ذکر الله سبحانه و تعالی. اولا بیان ذکر الله سبحانه و تعالی. طالب علم و ذکر و یاد الله سبحانه و تعالی. یا لحظه. طالب علم و ذکر و یاد الله سبحانه و تعالی. مؤلف حفظه الله تعالی در این نقطه بعدی در مبحث دوم می‌فرماید که الذکر من افضل العبادات و ایسرها. ذکر و یاد الله از بهترین و آسانترین عبادت ها می باشد. حرکت لسان، حرکت زبان، حرکت لسان اخف حرکات الجوارح و ایسرها. می‌فرماید که حرکت دادن زبان با ذکر و یاد الله گران است، از آسانترین حرکت های بدن است. از همه حرکات های بدنی که انسان حرکت می‌دهد، از همه اینها آسانتر این زبان رو در حرکت در آوردن است که بدون مشقت میتواند بنده این زبان رو در حرکت بدارد، حرکت بدهد. می‌فرماید ولی این عمل است که پاداش بزرگ دارد و انسان میتواند هر زمان این را انجام بدهد و بدون یگان خستگی.
در یک شبانه روز انسان میتواند این ذکر الله سبحانه و تعالی را که از آسان ترین چیزهاست که این را در یک شبانه روز هر قدر زیاد میتواند انجام بدهد و برای وی هیچ وقت و هیچگاه مشقت نمی شود. برخلاف بدن که اگر انسان کمی اگر حرکت داد بدن را خستگی در خود پیدا می نماید. امر الله باکثار من ذکره فقال، الله سبحانه و تعالی بندگانش را بر ذکر و بیاد الله، بر بیشتر نمودن ذکر الله امر کرده است و فرموده است: یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا، یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که ایمان آورده اید، ذکر یاد الله رو بر کثرت نمایید، بیشتر ذکر یاد الله کنید. اذكروا الله ذکرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. و همچنین او پروردگار را صبحگاهان و شامگاهان ذکر و یاد نمایید. او سبحانه و تعالی را صبحگاهان و شامگاهان ذکر و یاد نمایید. الله سبحانه و تعالی فرمود و اخبر انه سبب للفلاح، و الله سبحانه و تعالی بر ما خبر داد که ذکر یاد الله این سبب نجات است. ذکر یاد پروردگار این سبب نجات و کامیابی بنده است. چگونه که الله می‌فرماید واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. الله سبحانه و تعالی را بر کثرت یاد نمایید، باشد که نجات پیدا نماید، باشد که نجات پیدا نماید. پس ذکر و یاد الله یک مانند نفس کشی روح مؤمن است که نه قوه میخواهد نه ثروت میخواهد، تنها زبان باشد که با یاد الله سبحانه و تعالی گردانده شود، تنها زبان باشد که به یاد الله سبحانه و تعالی مهر پیوسته باشد، که حرکت یک زبان میتواند قلب را روشن کند و سبب آمرزش گناهان هم بگردد. ذکر کار آسان است ولی مقدار پاداشی آن بزرگ و عظیم است. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. چه بسا آسان است، چه بسا آسان است. الله سبحانه و تعالی این عبادت آسان را برای همگان فراهم آورده است تا کسی گفته نتواند که من وقت ندارم، من توان ندارم، من قدرت ندارم، من مال ندارم، من ثروت ندارم، بلکه هر کسی هنگام راه رفتن، هنگام نفس گرفتن، هنگام در آشخانه بودن، هنگام در کار و مکتب و دانشگاه هر جا بودن میتوانی که الله سبحانه و تعالی را یاد کنی. و الله فرمود که ای مؤمنان الله را یاد کنید تا الله شما را یاد کند. یک فرمان، یک دعوت، یک آزادی. که میتواند محبت بنده را با پروردگارش بپیوندد، با پروردگار خود انس بگیرد. و کسی که الله را بسیار یاد میکند از وسوسه های شیطان های انسی و جنی در امان میماند و اندوهگینی و غم و ترس از قلبش دور میگردد و نجات مییابد. پس همیشه الله را ذکر یادآوری نماید و خاصا صبحگاهان و شامگاهان
که این ذکر یاد الله مانند یک سیپر است که تو رو از هر وحشت نگاه می‌دارد. سپس مؤلف میگوید که على المسلم ان يغتنم كل ليلة الثلث الآخر من الليل بالصلاة واستغفار. بر هر مسلمان لازم است که شبهای آخری شب را با نماز و استغفار غنیمت بشمارد. برای چی؟ میفرماید هو زمان نزول ربی، چون این زمان فرود آمدن پروردگار بر آسمان دنیا هست، چگونه که لایق و با جلالت و عظمت او سبحانه و تعالی است. چگونه در روایت بخاری در کتاب تهجد آمده است ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلة اذا سمع دنیا. الله پروردگار تبارک و تعالی، پروردگارمان تبارک و تعالی هر شب بر آسمان زمین میفرآید، با آسمان دنیا میفرآید. حين يبقى ثلث الاخر، هنگامی که یک شب آخر میماند. فیقول میگوید من یدعونی فاستجیب له، کیست که من رو دعا کنه تا دعای او را بپذیرم. و من یسألنی فاعطیه، کیست که از من طلب نماید تا طلب او را اجابت نمایم. و من یستغفرنی فاغفر له، کیست که از من طلب مغفرت نماید تا او را عفو بکنم، تا او را عفو بکنم. پس فکر نما آن پروردگار عالمیان که تمام هستی در زیر قدرت اوست، تمام هستی را با یک سخن کن فیکون باش پس پیدا میشد آفرید، توی بنده خاکی رو یاد میکند. وقتی که میگویی یا الله، فرشتگان این رو می نویسند. لحظه ذکر یاد الله از بهترین خوشی های زندگی بنده در این دنیا و آخرت میگردد. پس از جمله ذکر کنندگان باش. سپس شیخ میفرماید که قیام اللیل من اسباب دخول جنه. پس کثرت ذکر نمودن این سبب داخل شدن بنده جنت را میگردد. کسی که الله را ذکر کرد الله او را یاد میکند، چون در حدیثی که بخاری و مسلم روایت مینماید در کتاب توحید یقول الله تعالی، الله سبحانه و تعالی میفرماید انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، من در نزد گمان بنده ام هستم. و انا معه اذا ذکرنی، من با همراه او هستم هنگام مرا ذکر یاد نماید. فاذا ذکرنی فی نفسی، اگر در نفسش بنده مرا یاد نماید ذکرته فی نفس، من در نفس خودم را ذکر مینماید. فاذا ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر، اگر مرا در یک گروه از مردم ذکر یادآوری نماید. چون که ما این محفل های علم رو تشکیل کردیم، اگر کسی که میگه الله من رو در یک محفل ذکر نماید در یک گروه از مردم، پس من رو در بهترین محفل با خیرترین محفل در نزد خودم و بنده را ذکر نمایم. و شیخ میفرماید که کثرت الذکر سبب محبت الله للعبد، بسیار ذکر کردن این سبب محبت پروردگار بر بندهش میگردد. و میفرماید که و من اراد فمن اراد ان ینال محبت الله، اگر هر کس بخواد محبت پروردگار را به دست بیارد فلیکثر من ذکر، پس با ذکر الله را بیشتر نماید. و شیخ میفرماید که دوام ذکر الله یوجب الامان من نسیان الذی هو سبب شقاء العبد. بر دوام ذکر یاد پروردگار را کردم، این واجب میگردد امانی را از فراموشی که سبب شقاوت و بدبختی بنده در این حیات و بعد مرگش میگردد. قال ابن قیم میفرماید که لو لم یکن فی الفوائد ذکری، اگر در فایده های ذکر نباشد و ادامته الا هذه فایده، مگر این فایده یک فایده بسنده است. فکفى بها، برای بنده بسنده است هم یک فایده.
فمن نسی الله تعالی انساه نفسه فی الدنیا، هر کسی که الله رو فراموش کرد در این دنیا، نفسش رو فراموش میکند. نسیه فی العذاب یوم القیامه، در عذاب روز قیامت الله او را سپس فراموش میکند. در عذاب روز قیامت سپس الله سبحانه و تعالی اون بنده را فراموش میکند. پس قلبی بنده ای که ذکر کننده است همیشه با عالم بالا پیوند است. هر قدر ذکر یادش بیشتر میگردد، همون قدر پیوندش با پروردگار زیادتر میگردد. پس از الله محبت میخواهی، بیرا بسیار او سبحانه و تعالی را یاد کن. پس چطور دوستدار میخواهی که دوست داشته رو فراموش میکنی؟ چطور نجات میخواهی که نجات آن روز رو که با این ذکر است فراموش میکنی؟ پس این ذکر شفای قلب است و آرامش جان است. الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که با ذکر یاد الله قلب ها آرامش پیدا میکند. با ذکر یاد الله قلب ها آرامش پیدا میکند. سپس توبه، دیگری از آداب های طالب علم این توبه و استغفار است. توبه و استغفار. مؤلف رحمت الله علیه میگوید که حفظه الله تعالی میگوید که التوبه عبادة من اجل عبادت، توبه این عبادت است بلکه از بهترین عبادت هاست. یکفر السیئات، گناهان رو محو و نابود میسازد. و ترفع درجات، و درجه های بلند را انسان با واسطه این توبه نائل میگردد. ولا یکمل عبد ولا یحصل له کمال، انسان کامل نمی شود و کمالیت را به دست نمی آورد. هیچ بنده بی توبه کامل نمی شود و به کمال نیکی الله سبحانه و تعالی نیز نمی رسد بجز توسط توبه و ندامت به سوی پروردگارش. ابن قیم می‌فرماید که اکثر الناس لا یعرفون قدر توبه، اینکه بیشتری از مردم قدر و منزلت و ارزش حقیقت توبه را نمیفهمند. ولا حقیقتها، نه حقیقت توبه را نمیشناسند، نمیفهمند. در مدارج السالکین التوبه سبب الفلاح، توبه این سبب نجات و رستگاری است. چگونه که الله سبحانه و تعالی در محکم آیاتش میفرماید و توبوا الی الله و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. توبه کنید، به سوی الله توبه کنید ای مردم، همگی به سوی الله تبارک و تعالی توبه و ندامت بخورید. لعلکم تفلحون، باشد که شما نجات پیدا نمایید. ابن قیم می‌فرماید که و یغلق باب الشرور بالتوبه، به درستی که بابهای درهای بدی ها با توبه محکم میگردد. ولی استغفار، با توبه و استغفار درهای توبه محکم میگردد. در زاد المعاد گفتند. و شیخ میفرماید که و من لم یؤدی تلک العبادته، اگر هر کسی که این عبادت رو انجام ندهد، این توبه استغفار رو انجام ندهد، کان ظالما لنفسی، برای نفس خود ظلم کرده است. چون الله سبحانه و تعالی میفرماید و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، هر کسی که توبه نکند به درستی که آنها از جمله و زمره ظالمانند. هر کسی توبه نکند آنها از جمله و زمره ظالمانند.
پس توبه نه تنها یک درخواست آمرزش است، بلکه بازگشتی حقیقی به سوی پروردگار عظیم و شان است. اینکه بنده گناه میکند، در تاریکی های این گناه و گمراهی ها غوطه میزند و این است که این تاریکی ها، غوطه زدن در این تاریکی ها، با توبه و استغفار نور پیدا می شود. انسان از این تاریکی ها به سوی روشنایی راهنمایی می شود. لحظه احیا شدن قلب بنده و تغییرابی زندگی بنده با این توبه و استغفار است. پس با توبه و استغفار زندگی کردن زندگی انسان را خوش میگرداند. چون با توبه نفس انسان زنده میگردد. چون ابن قیم فرمودند اکثر مردم قدر و منزلت توبه را نمیدانند. زیرا شاید این کار کار ساده بشمارند. توبه یک تیر است که نور قلب بنده را میکشاید. این توبه در نجات و خوشبختی است. در توبه برای همگان همیشه گشوده است. در اصل توبه مثل یک شستشوی قلب و روح بنده است. به هر غژدی ها و چرکینی ها قلبی بنده تاریک شده است، شستشو کرده آن را پاکیزه می‌گرداند. در روز قیامت هیچ شادی مانند شادی آن بنده‌ای که توبه خالص کرده است نیست. و اگر بنده توبه کرد خود را سبک حس می‌کند و آرامش در داخل قلب خود را هم حس می‌نماید. و شیخ می‌فرماید که و من کرمه، از کرم الله سبحانه و تعالی ان هذه عباده تؤدى في كل مكان. از کرم و فضل الله سبحانه و تعالی بر بندگان این است که این عبادت، اینه که این توبه و ندامت خوردن در هر زمان در هر مکان پذیرفته می شود. در هر زمان در هر مکان پذیرفته می شود. چگونه که در کتاب توبه باب در بیان قبول توبه از گناهکاران که گناه کرد توبه کرد. حدیث ابی موسی اشعری است رضی الله عنه می‌فرماید ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار. حدیث عظیم است که الله سبحانه و تعالی دستش را در شب دراز میکند که کسانی که در روز گناه کرده بودند در شب به سوی پروردگار باز میگردند تا که آنها را بکشد بگیرد. و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل، و در روز هم دستش را دراز میکند تا کسانی که در شب گناه کرده بودند به خود ظلم کرده بودند تا که دست آنها بگیرد. حتی تطلع الشمس من مغربها، حتی اینکه آفتاب از مغرب برآید. تا این وقت برای انسان فرصت توبه کردن است، فرصت بازگشت به سوی پروردگار عظیم الشأن است. و رسول الله صلی الله علیه و دعا میکردند در یک مجلس، حتی 100 بار میگفتند رب اغفر لی، پروردگار ما را بیامرز، و توب علی، و گناهان ما را ببخش، انک انت تواب رحیم، بدرست که تو بخشنده و مهربان هستی. در روایت ابی داود در کتاب صلات نماز در باب در بیان ذکر و استغفار از حدیث ابن عمر رضی الله عنه. و همچنین الله سبحانه و تعالی به توبه بنده خرسند می شود، شاد می گردد. و بازگشت بنده با سوی پروردگار الله شاد می گردد، چون که روایت مسلم است در کتاب توبه ترغیب کنندن مردم با سوی توبه از حدیث ابی هریره رضی الله عنه
الله اشد فرحا بتوبة احدكم من احدكم بضالته اذا وجده. الله شادتر می شود با توبه یکی از شما چگونه ای که یک بنده که گم شده خود را گم میکند خرسند میشد، از این در بنده پروردگار شادتر می شود از توبه بنده اش. شاد میگردد صلی الله علیه وسلم. و میفرماید که كان النبي صلی الله علیه و یفرح بتوبة التائب، اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم از توبه کنندگانی که از توبه دیگران شاد میشد، خرسند میشد. از کعب ابن مالک رضی الله عنه روایت است که میگه لما سلمت علی رسول الله، بر هنگامی که بر رسول الله من سلام دادم، و هو یبرق وجهه من السرور، هنگامی که با او سلام کردم چهرهش می درخشید از خرسندی، چهره رسول الله از خرسندی می درخشید. و هنگامی که بر رسول الله شادی داده می شد، چهرهش مثل نور می درخشید. حتی که انا قطعه قمر، حتی مثل یک قطعه از قمر محتبر می درخشید چهره پیامبر اسلام. كنا نعرف ذلك منه، میفرماید کعب که ما این را از رسول الله اشاره میکردیم، میدیدیم صلی الله علیه وسلم. خیر یوم فی عمر، بهترین روز در عمر، فی العمر العبد، بهترین روز در عمر بنده، که بهترین روز از روزهای بنده. یوم توبته، آن روز توبه بنده است. قال النبی، رسول الله فرمودند لکعب ابن مالک، بر کعب ابن مالک، لما قبل الله توبه، هنگامی که توبه کعب ابن مالک پذیرفته شد، گفتند ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، بشارت بر آن خیری که بر تو گذشت روزی که مادرت رو به دنیا آورد، روزی که مادرت رو به دنیا آورد. پس بهترین روز آن روزی که توبه کرده، روزی آغازی نو است. شاید تو از گذشته شرم داشته باشه، اما این روزی توبه تو مثل یک روز نو، روز سحر است. آن شبهای تاریک را میپوشاند و هیچ جشنهای این دنیا با آن روزی که تو توبه کردی با سوی پروردگار بازگشتی برابر شده نمیتواند. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. كان الصحابة يهنئ بعضهم بعضا بالتوبه، اینکه صحابگان کرام بعضیشان بعضی دیگر را با توبه کردن بشارت میدادند، تبریک میکردند، همدیگر را شادباشی میگفتند، همدیگر را شادباشی میگفتند صحابگان کرام. همدیگر مبارک بودی میگفتند. آنها از توبه دیگران شاد میشدند، چون یک نعمت بزرگ این را میشمردند. قال کعب میفرماید که و آذن رسول صلی الله علیه وسلم الناس بتوبة الله علینا، وقتی که پیامبر الله پس از نماز صبح توبه ما را اعلان کرد، کعب میگوید وقتی که پیامبر الله
بعد از صبح بعد نماز بخوانده توبه من را اعلام کرد. میگه من با سوی او دویدم و مردم گروه گروه می آمدند و من را مبارک بادی می گفتند، من را تبریک می کردند و می گفتند الله توبه تو را قبول کرد، تبریک باشد توبه تو، توبه تو با تو تبریک باشد. بخاری و مسلم این حدیث رو کلام. و درسته که شخصی توبه کننده بعد توبهش، بعد ترک آن عمل آن گناهش، غمگینی رو در قلب خود پیدا میکند. بعد آنه که معصیت را انجام میدهد، غمگینی قلب او را فرا میگیرد، خود را خسته و خود را پریشان فکر میبیند و هنگامی که توبه میکند قلبش رو یک خرسندی فرا میگیرد. بر قدر آن غمگینی که در قلبش فرا گرفته، این خرسندی اون را مغلوب میکند. چقدر که توبه بنده قوی باشد، همان قدر انا همین غمگینی ها را و حزن را از دل انسان ریشه‌کن کرده دور می‌افتد. چون پس از توبه احساسی اندوهی قلب بنده عمیق میکند، عمیق میشود که گناه را ترک کرده است دیگر. و این حزن و غمی که در قلب بنده پیدا شد بعد از توبه، انا همین حزن و غم آن خطاگی ها و آن خطرها را دور می سازد و انسان را از این خطرهای معصیت هشدار می دهد و انسان دور می گردد و شادی قلب انسان را فرا می گیرد. ابن قیم رحمت الله علیه میگوید که این یک معنی نازکی دارد که هر کس آن را نمیفهمد یا هر کس آن را نمیفهمد، یعنی هر کس آن را درک نمی کند. که هر توبه کننده حتما در آغاز توبه اش حالت تنگی قلب و غم و اندوه و اضطراب را احساس می کند و این به سبب آن است که قلبش از این گیرداب‌های گناه بیرون می رود و می خواهد با آنها مبارزه برد و این فشار گاهی با شکل غم، گاهی با شکل درد دل و ناراحتی نفس در بدن انسان ظهور می کند. ولی اگر توبه بنده راستین باشد، سپس همه این اندوه به شادی وسیع تبدیل می شود. فراغی قلب. و سپس مؤلف حفظه الله تعالی ابن قاسم نقطه آخران از این کتاب مبارک استغفار، آداب طالب علم و استغفار. امر الله عباده باستغفار، الله بندگانش را به سوی استغفار امر کرده است. چگونه که می‌فرماید واستغفر الله ان الله غفور رحیم، از الله آمرزش طلبید، استغفار کنید، زیرا او سبحانه و تعالی بر بندگانش بسیار آمرزنده و رحیم است. و کان النبی صلی الله علیه و یکثر منه، این که رسول الله بر کثرت از استغفار میکردند، بر کثرت استغفار میکردند رسول الله صلی الله علیه و و میگفتند که قلبم گاه گاه تاریک میشود، لانی و انی لاستغفر الله فی یوم 100 مره،
به درستی که من در یک روز الله رو 100 بار استغفار میکنم، از او طلب مغفرت میطلبم. روایت مسلم است. وعد الله للمستغفرین بإنذار المطر عليهم و زیادت قوته. الله سبحانه و تعالی برای کسانی که بسیار استغفار میکنند برکت میفرستد، باران نازل میکند و رزق و روزی و نعمتهای آنها را زیاده و افزون میگرداند. چگونه که هود علیه السلام به سوی قوم خود گفت: یا قومی یا قوم استغفروا ربکم یا قوم استغفروا ربکم. ای قوم من، به سوی پروردگار خیش طلب استغفار نمایید. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. سپس به سوی او توبه کنید، ندامت بخورید. ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا. ای قوم من، به سوی پروردگار خیش استغفار و توبه و ندامت بخورید. اگر این کارو کردید، یرسل السماء علیکم مدرارا. آسمان را برای شما میفرستد، از آسمان برای شما باران میفرستد. یرسل السماء علیکم مدرارا و یزیدکم قوتا. و قوت میبخشد بر شما و شما را با در مالتون، در فرزندتون قوت میبخشد، یاری میدهد. الی قوتکم. الله سبحانه و تعالی بندگانش را وعده کرده از کسی که توبه و استغفار می نماید بر زیاده نمودن مال و اموال و فرزندان آنها و برای آنها جنت های جاودانه از نوع گوناگون درختان و رستنی ها، از ثمره ها. چگونه که الله از نوح علیه السلام خبر میدهد: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. پس گفتم به سوی پروردگارتون استغفار نمایید، به درستی که او بخشنده و مهربان است. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. به سوی پروردگار خویش توبه و استغفار نمایید، به درستی که او غفور و رحیم است. یرسل السماء علیکم مدرارا. و آسمان را، باران را از آسمان برای شما میفرستد. و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. و او سبحانه و تعالی از آسمان برای شما باران میفرستد و شما را با مال و فرزند یاری میدهد و برایشون باغها و جویها برپا میکند. و شیخ میفرماید که استغفار باذن الله، با خواست و اراده الله سبحانه و تعالی، یفتح ما انغلق من مسائل العلم. استغفار با اذن و اراده الله سبحانه و تعالی سبب گشوده شدن درهای علم و برکت میگردد. با اجازه الله سبحانه و تعالی آن چیزی را که بسته است میگشاید، چه در مسئله های دانش، چه در مسئله های زندگی. قال ابن عبدالحادی میگوید که لقد سمعته، بدرست که من از وی شنیدم، میگه از شیخ الاسلام شنیدم که میگوید گاهی در فکر مسئله می آمد
که در آن باز میموندم یا حالت میگذرد. پس بسیار با سوی پروردگار استغفار میکردم، بسیار با سوی پروردگار استغفار میکردم تا سینم آرام میگردید و مشکلی هم باز میشد، دور میشد. و فرمودن که فرقی نداشت اگر در بازار بودم، اگر در مسجد بودم، اگر در راه بودم، اگر در مدرسه بودم، هیچ چیز ما رو از ذکر و یاد الله و استغفار باز نمیداشت. تا آن دمی که مرادم حاصل نگردد من از این ذکر و استغفار زبان خود را باز نمیداشتم، تا آن دمی که مرادم حاصل بگردد. پس همیشه زبان خود را با این کلمه استغفر الله استغفر الله استغفر الله معطر بسازیم و هر گناهان را در فکر و اندیشه آورده با سوی پروردگار استغفار نماییم، به درستی که او سبحانه و تعالی غفور و رحیم است. یک جمله سبب بخشش آن ظلم و گناهان کرده بودی، بلکه سبب بخشش و رحمت الله و بر کثرت و زیاده شدن رزق و روزی تو میگردد. که این باران، این آب رمز زندگی، این حیات است. و جعلنا من الماء كل شيء حی، ما از این آب را سبب حیات هر چه قرار داده مولا میفرماید. پس به واسطه این ذکر الله برای تو رحمت میفرستد، از روزی تنگ، مشکلی زندگی، به آرامی دور میسازد. پس به جای شکایت استغفار نما، به جای ذکر و غیبت و سخنچینی ذکر و استغفار نما. استغفر الله که یک قطره نورانی بارانی هست که در قلبت آن را میچکانی و قلبت را منور میسازد، سبب نور و برکت است. چون بعضی از مردم تنها استغفار میکنن هنگامی که گناه میکنن. نه، همیشه زبانت رو با استغفار معطر بساز. حتی اهل معرفت وقتی که سخن میپیچد استغفار مینمایند، چیزی رو فراموش میکنن استغفار مینمایند. چون که سخن ابن تیمیه گاهی بعضی از موضوعها در ذهنش پریشان میشد، در ذهنش گیر می آمد، چنان استغفار میکرد تا آن دمی که این حل مسئله پیدا شود. اگر میخوای علم برکت یابد، زبانت گشوده بگردد، همیشه به ذکر یاد الله سبحانه و تعالی این زبان را معطر بساز. استغفر الله، طلب مغفرت می نمایم با سوی آن پروردگاری که حی و زنده و قیوم است. این است معنای استغفار. این بود مبحث دوم از این کتاب مبارک، آداب طالب علم. آداب طالب علم با ذکر الله، با توبه و استغفار. درس دیگر اگر زنده و سلامت باشیم در مبحث سوم، آداب طالب علم با نیکویی پدر و مادر، آداب طالب علم صله رحم و آداب طالب علم در قضای حاجتمندی مردم را دور کردن. در این سه موضوع اگر که وقتمان شد انشاءالله که صحبت خواهیم کرد. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیه و اتوب الیه. و سوی سبحانه و تعالی طلب استغفار می نماییم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله خیرتان دهد. الله حفظتان کند. بعضی برادران ایسان نگی پریویت، بعضی برادران السلام علیکم. بهترین سخن ها ماشاءالله. الله خیر دهد. الله حفظتان کند. الله قدرتان را زیاده بگرداند. الله ما و شما را شامل رحمتش قرار بدهد. ما گفته بودیم که در درس آینده از اصول سنت امام احمد ابن حنبل در باب ایمان به دیدار الله سبحانه در روز قیامت. در درس دوم صحبت کرده بودیم. در درس دوم درباره ایمان به دیدار الله سبحانه تا صحبت کرده بودیم. خیلی بود. فراموش کردی نه؟ گفتش که از گوش به گوش رفت. کمی نقطه های رو بیان کرده در باب دیدار الله. امروز هم ان شاء الله با فضل کرم الله سبحانه و تعالی این نقطه ای که در باب دیدار الله سبحانه در روز قیامت هست، در این موضوع کمی هم از این نقطه ها صحبت خواهیم نمود. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، کتاب نوبتی که ما در دست داریم شرح اصول سنت از امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هست. ایمان به رؤیا، ایمان به دیدار الله در روز قیامت. امام احمد رحمت الله علیه میفرماید که والایمان برؤیت یوم القیامه، ایمان با دیدار الله در روز قیامت. کما روی عن النبی، چون که از رسول الله روایت شده است. من احادیث صحیح، از احادیث های صحیح که از رسول الله صلی الله علیه و آله ثابت شده است. و ان النبی صلی الله علیه و قد رأى ربه، این که پیامبر الله به درستی پروردگارش دیده است. و انه مأثور عن رسول الله، این که روایت شده است از رسول صلی الله علیه و آله صحیح است. رواه قتاده این روایت کرده است از عکرمه از ابن عباس و روایت حکم از ابن ابان، حکم ابن ابان و از عکرمه از ابن عباس و روایت علی ابن زید از یوسف ابن مهران از ابن عباس و الحديث عندنا على ظاهره، و الحديث میگه در نظر ما بر ظاهر گفتن کما جاء النبی، چون میگه از رسول الله صلی الله علیه و آله ثابت شده است. و الکلام فيه بدعه، و سخن در این مورد بدعت است. ولیکن نؤمن به کما جاء، ولیکن ایمان می‌آوریم به آن چونه که در ظاهر آمده است. ولا نناظر فيه احدا، و در این هیچ کسی رو با وی گفتگو نمیکنیم. پس ایمان به این که رسول الله صلی الله علیه و آله پروردگارش دیده است، چنان که این مسئله به طور صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله ثابت شده است. از قتاده، از عکرمه، از ابن عباس اون روایت کرده است. و نیز حکم ابن ابان از عکرمه از ابن عباس روایت شده است. و نیز علی ابن زید از یوسف ابن مهران از ابن عباس روایت شده است. و امام احمد چی گفت؟ و نزد ما این احادیث همون صورتی که آمده است به همون صورت قبول و پذیرفته می شود و چیزی از اون رو ما رد نمی کنیم. و ما پیش از این درباره بینیش دیدار الله سبحانه و تعالی پروردگار خود در روز قیامت گفته بودیم در درس دوم. یعنی مؤمنان در روز قیامت پروردگار خود را خواهند دید. یعنی مؤمنان در روز قیامت پروردگار خود را میبینند و مؤمنان پروردگارشون همچنان میبینند که ماه را در شب 14 پره دیده می شود. پس هر مؤمن پروردگارش را با چشمان سرش می‌بیند و پروردگارش را همچنان که ماه را در شب 14 که روشن و کلان می‌بیند، انا همین گونه با چشمانش پروردگار را خواهد دید و را مشاهده خواهد کرد. چون یک ماه یک رؤیا، یک دیدار روشن از برای تو بنده قرار می‌گیرد، انا همین گونه تو پروردگار را در روز قیامت روشن خواهی دید. بین تو و بین پروردگار هیچ حجابی نخواهد بود. و الله سبحانه و تعالی پاک و منزه از هر عیب و نقصان است. عقیده صحیح و درست که اهل حق آن را اهل
سنت و الجماعت تعیین کردن، اهل توحید این رو تعیین کردن، اعتقاد دارن که مؤمنان الله متعال را با چشمان سر در روز قیامت چنان که ماه را در این دنیا میبینی روشن در شب 14 انام گونه پورا میبینند. اهل سنت و الجماعت اتفاق دارند که مؤمنان در روز قیامت پروردگار خود را خواهند دید، که در این اتفاق امت است. از اهل بدعت که غلو کردگان هستند کسانی هستند که به مثل شیعان این را این کار مینامند. برای همین بیان نصوص دیدار الله سبحانه و تعالی از کتاب الله و از سنت رسول الله صلی الله علیه و بر کثرت زیاد است و دلیل دیدار الله سبحانه و تعالی از قول الله سبحانه و تعالی که می‌فرماید در سوره قیامت آیه 22-23 وجوه یومئذ ناضره، که در آن روز برای مؤمنان سعادتمند چهره‌هایی هست زیبا و درخشان، الی ربها ناظره، که به سوی پروردگارشان نظر میکنند. و قول الله سبحانه و تعالی للذین احسنوا الحسنى و زیاده، پاداش آنها که نیکی میکنند، نیکیست، جنت است. پاداش آن کسانی که نیکی میکنند جنت است و چیز بهتر و افزونتر بر آنها این دیدار الله است که داده می شود. سوره یونس آیه 26. و در صحیح مسلم از صهیب در تفسیر این آیت آمده است که گفتند که این نظر کردن به وجه پروردگار است. در تفسیر این آیه کریمه که للذین احسنوا الحسنى و زیاده، که برای آن کسانی که نیکویی کردن برای آنها حسنا جنت داده می شود و زیاده این مشرف شدن با دیدار الله سبحانه و تعالی. و در صحیح مسلم آمده است که شخص پروردگار خود را در دنیا نمی بیند، شخص در این دنیا پروردگار خود را نمی بیند. و این قول پیامبر صلی الله علیه و سلم اعلموا ان احدکم، بدونید اینکه یکی از شما لا یرا، نمی بیند ربه پروردگارش حتی یموت، حتی اینکه بمیرد. در کتاب در صحیح مسلم در کتاب فتنه از نشانه های قیامت باب ذکر ابن سید که بدونید هیچ کس شما پروردگارش نمی بیند حتی اینکه بمیرد. و ممکن است که الله متعال در خواب دید. و در صحیح بخاری روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انی رأیت ربی، من پروردگارم را دیدم به احسن صورت، در بهترین صورت. و گروهی از صحابگان که الله از آنها راضی باد روایت کردند که پیامبر الله صلی الله علیه و پروردگارش را در بهترین صورت دید، که در میان آنها معاذ بن جبل، ابو عبیده و ابو عبیده بن جراح، عبدالرحمن ابن الخضرمی، ابی هریره، انس بن مالک، ابن عباس، ثوبان و ام طفیل. که دیدار پروردگار در خواب، که پیامبر دیدن او صلی الله علیه و سلم پروردگار در خوابشان. در بیان تلبیس جهمیه، شیطانگری های جهمیه و بدعت های کرامیه، مجلد 7 صفحه 128 ذکر نمودن. و آن پس از هجرت او صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره بود. و از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت است که گفت روز در شب 14 یک پورا شدن ماه
که با همراهی پیامبر صلی الله علیه و بودیم، آن حضرت صلی الله علیه و سلم به ما نگریست و گفت هر اینا پروردگارتون رو با طوری روشن میبینین، چنان که این ماه رو میبینی انا همون گونه پروردگار رو با طوری روشن میبینی و تو در دیدار او سبحانه و تعالی خفه نمیشوی. و فرمود که و اگر توانی که هیچ چیز تو را از نماز پیش از برآمدن آفتاب و پیش از غروب آفتاب باز ندارد، آنها را ادا کن. نماز بامداد و نماز عصر را تأکید کردند و بعد از آن آیاتی را خواندند و پروردگار را پیش از برآمدن آفتاب و پیش از غروب آفتاب تسبیح بگوی. روایت احمد و بخاری. هر که اگر تفسیر این احادیث ها را نفهمید، الله سبحانه و تعالی او بنده را به جستجو نکردن آنها بسنده کرده است. از او طلب کردن نمی شود. از آن چیزی که ذهنش محدود کرده شده است جستجو و تأکید نمی شود، بلکه باید به آن ایمان بیاوری و آن را آنگونه که وارد شده است بپذیری و به عقل بشریت جایز نیست که به سوی آن داخل عمیق‌تر چقرتر داخل شدن گیرد، در آمدن گیرد. پس نصوص قرآن و سنت باید بدون تحریف، بدون تغییر، بدون تکییف، بدون تشبیه تصدیق شود و قبول شود و ظاهر آنها، خاصتا نصوص صفات الله سبحانه و تعالی که در نصوص صفات جای برای اندیشه، جای برای عقل و درک و رأی نیست. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که نزل به روح الامین، آن را روح الامین نازل کرده است، علی قلبک لتکون من المنذرین، بر قلب تو آن را نازل کرد تا تو ای محمد از بیم دهندگان باشی، بلسان عربی مبین، با زبان عربی مبین. در سوره شعراء. و قول الله سبحانه و تعالی که فرمود إنا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، ما قرآن را با زبان عربی مبین نازل کردیم تا اینکه شما ای عرب ها معنی آن را بفهمید، در فهم آن یگان مشکلی پیدا نکنید. تا آنچه که در آن است به سوی آن راهنمود شوید، عمل کنید. و قول الله سبحانه و تعالی که إنا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، ما این قرآن را با زبان عربی مبین فرستادیم، نازل کردیم، شاید که بفهمید، دریابید معنیش را. ابن عباس رضی الله عنه با وسیله حمد ابن سلمه از قتاده از اکرمه روایت کردن که پیامبر صلی الله علیه و فرمود رأیت ربی، من پروردگارم را دیدم. روایت احمد در مسند و ابن ابی عاصم و اجوری در شریعه و بیهقی در اسماء و صفات ذکر نمودند. ابن ابان از اکرمه از ابن عباس روایت کردن که گفت محمد پروردگارش را دید. گفتم آیا الله نگفته است لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار؟ آیا پروردگار نگفته است که چشمها او را نمیبیند و او چشمها را میبیند؟ ابن عباس گفت وای بر تو، وای بر تو، این عدم نبودن درک نمودن چشمها زمانی است که الله با نوری که نور اوست ظاهر شود. و گفت الله دو بار خود را بر او نشان داد، بر رسول صلی الله علیه وسلم. ابن ابی عاصم در سنه و ترمذی و نسائی در کبرا و ابن خزیمه در کتاب توحید. و این سخن قول شیخ الاسلام را تایید می نماید که ابن قیم جوزی می گوید که امام احمد نگفته است که رسول الله صلی الله علیه و سلم پروردگارش را با دو چشم سر دیده است.
از امام احمد این گونه نازل نشده است، روایت نشده است که پروردگارش رو گفته باشه که با دو چشم دیده است در زید و معاد. و سخن شیخ الاسلام که سخن ابن عباس مبنی بر این که رسول الله صلی الله علیه و پروردگارش رو دیده است و اینکه رسول الله فرمود نور ان اراه، گفتن رسول که یک نور است چگونه که او رو دیدم. در دیگر روایت نور رو دیدم، یعنی طوری که از رسول الله با طور صحیح روایت شده است رأیت رب پروردگارم رو دیدم. در دیگر روایت نور ان اراه، یک نور رو دیدم، نور است چگونه که او رو دیدم. اما این دیدار رأیت پروردگارم رو دیدم این در اسراء و معراج نبود، بلکه در مدینه منوره بود. زمانی که از نماز صبح در خواب ماندند، در نماز صبح در خواب ماندند و بر صحابه خبر دادند که در آن شب در خواب پروردگارشان را دیدند صلی الله علیه و سلم. برای همین بر این اساس است که امام احمد رحمت الله علیه گفت که بلکه بر حق پروردگارش را دیده است، چون که روایت امام احمد در بالا خواندیم، چون دیدار پروردگار حق است. اما امام احمد رحمت الله علیه نگفته است که رسول الله صلی الله علیه و با دو چشم سر در بیداری پروردگارش دیده است. این نقطه را ذکر نکرد، بلکه گفت امام احمد در بالا که پروردگارش را دیده است. و هر کسی که بگوید که امام احمد گفته است که پروردگارش را محمد با دو چشم سر دیده است، نسبت به دروغ گفته است، متهم کرده است او را، ولی که یک بار گفت که پروردگارش را محمد دیده است. و بار دیگر هم از او روایت است که پروردگارش را با قلبش دیده است، او را با قلبش دیده است. این دو روایت از او رحمت الله علیه روایت شده است. و روایت سومی هم توسط برخی از اصحابش روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و پروردگارش را با دو چشم سر دیده است، در حالی که نصوص احمد موجود است که روایت صحیح در آن نیست. روایت صحیح، روایت سومی که ذکر در آن نیست. پس مسئله های در بیان دیدار الله متعال، پس دیدار مؤمنان پروردگارشان را در روز قیامت، این اعتقاد اهل سنت و جماعت است که بدون شک و تردید پروردگارشان را میبینند، چون یک ماه 14 ماه شب 14 را انسان میبیند. نصوص های وارد شده از کتاب و سنت صحیح در بیان دیدار الله سبحانه و تعالی بر ما رسیده است که برخی از آن را بیان کردیم. و علمای اهل سنت و جماعت اتفاق دارند بر این که در روز قیامت مؤمنان پروردگارشان را میبینند. در روز قیامت جز اهل بدعت، کسی که دیدار پروردگار را انکار کرده است، مؤمنان میبینند. اما از این اهل بدعت اینها هرگز نمیبینند پروردگارشان را. و دیدار الله در بهشت برای اهل بهشت بهترین نعمت است که در حدیث در بالا کردیم. و این بیانگر آن است که اهل دوزخ الله را هرگز نمیبینند و سخت‌ترین عذاب برای آنهاست. و مؤمنان هرگاه بخواهند پروردگار خود را در بهشت میبینند. این دیدار حقیقی است. ابن قیم رحمت الله علیه میفرماید که برای مؤمنان در بهشت 4 در است. که یکی از آن در بهشت در دیدار الله سبحانه و تعالی است. بدرستی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج که پیش از هجرت بر مدینه بر معراج هجرت کرده بود، پروردگارش را ندیده است. یک نور دیده است که چون که در حدیث گفتیم یک نور را دیدن.
و پروردگارش رو بعد از هجرت در مدینه منوره در خوابش دیدند. گفتن که بدرستی من پروردگار خود رو با بهترین صورت دیدم. صلی الله علیه و سلم گفتند در خوابشان در مدینه منوره، چونه که در نماز صبح در خواب ماندن، در همونجا بر اصحاب سپس ذکر یادآوری کردند. این بود در بیان دیدار الله سبحانه و تعالی در دنیا و در آخرت و در بهشت. در این دنیا که کسی الله سبحانه و تعالی را دیدن نمیتواند، چون الله گفت لن ترانی، موسی علیه السلام هنگامی گفت که من خود را به من نشان بده، گفت لن تران، تو مرا هرگز در این دنیا دیدن نمیتوانی. این قطعی است، در این دنیا دیدن نمیشود. اما در آخرت در صحرای محشر مؤمنان او سبحانه و تعالی را میبینند. اما از منافقان و کافران پوشیده میشود، نمیبینند. چون عذاب سختترین کافران منافقان این در دوزخ ندیدن الله سبحانه و تعالی است. اما مؤمنان در بهشت باشد پروردگار رو هر وقت که بخواهند او سبحانه و تعالی را خواهند دید. این است بیان دیدار الله سبحانه و تعالی و میتونید به درس دوم برگردید. در این مورد هم با سخنان هم بیان کردگی هستیم در مورد دیدار الله سبحانه و تعالی در روز قیامت. در همین درس رو بهتون میرسونیم از این کتاب مبارک اصول سنت. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیه. اگر یگان سوال باشد مرحمت کنید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. رسول الله صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی را دیدند. گفتیم که رسول الله در شب معراج یک نور را دیدند. اما در خوابش بله الله سبحانه و تعالی را در خوابش، چون که در حدیث بیان کردیم، گفتن که بله پروردگارم را بر بهترین صورت دیدم. الله داناتر است. الله سبحانه و تعالی داناتر است. اگر سوال باشد مرحمت، سوال نباشد با ما درس رو بهتون میرسانیم. سوال نباشد اگر ما با همین درس رو بهتون میرسانیم. تشکر از اینکه در درس اشتراک کردید. الله بر شما خیر و برکت زیاد و نصیب روزی بگرداند.